ائمه از زمان و مکان وفات خود با خبر بودند. اما این که دوستان عزیز مسئله دیگر در شهادت ائمه اطهار علیهم السلام مطرح میشه که ائمه علیهم السلام علم به شهادت خود داشتن، در این شکی نیست. ائمه علیهم السلام علم داشتن که کی میمیرن، ائمه علیهم السلام علم داشتن که کی میمیرن، چگونه میمیرن، در کدام سرزمین وفات مییابند و شهادت مییابند. این را میدانستند. کدام سرزمین وفات مییابند و شهادت مییابند، این را میدانستند. من حدیث را در جلسه گذشته یک بابی هستن در کتاب کافی براتون خواندم و نشان دادم. الله متعال در آیه آخر سوره لقمان بیان می‌دارد که 5 صفت از خصوصیات الله قادر و بی‌نیاز است و هیچ پیامبر و فرشته‌ای دارای آن نیست. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. به راستی فقط الله می‌داند که چه زمان قیامت فرا می‌رسد و اوست که باران می‌باراند و آنچه را در رحم هاست می‌داند و هیچ کس نمی‌داند فردا چه چیزی را به دست می‌آورد و هیچ کس نمی‌داند که در کدام سرزمین می‌میرد. بیگمان الله دانا و آگاه است. جای تعجب است که الله متعال میگوید هیچ کس نمیداند که در کدام سرزمین میمیرد، اما این آخوند میگوید که نه، ائمه میدانند که در کدام سرزمین و چه وقت میمیرند. سؤال ما از امثال این آخوند این است: 1. مدعیان تشیع بسیاری از رفتارهای امامان خود را حمل بر تقیه می کنند و بر این باورند که تقیه آنان برای حفظ جان بوده است. حال اگر امامان از زمان و مکان مرگ خویش با خبر بودند و می دانستند که قاتل کیست، پس دیگر برای چه تقیه می کرده اند؟ 2. اگر ائمه غیب می دانستند و اطلاع داشتند که کی و چگونه می میرند، پس با دست خود را به کشتن داده اند و با خوردن سم و یا دفاع نکردن از خودکشی نموده اند و این آیه شریفه را کاملا به فراموشی سپرده اند که می‌فرماید ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة و خود را با دستهایتان به هلاکت نیندازید.